سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از محمد امین و مهدی. بریم ببینید بچه ها. این سری هم ما خودم دارم بازی میکنم، از طریق مهدی هم صبح میبینیم. بریم وسط خود من از کشور ایران. بریم گل والا میلاد دیری دیدو. بچه ها اگه این حرکت هم بزنی میپره والا یک کله قشنگ و گل نمیشه. بچه پاس میده به جلوش، جلو نمیشه بگیر. حالا بخش اگه خیلی نوبیم تازه دارم قلقه میگیرم دستم. انا خیلی هم نوب نیستم ولی خواه توی در باز چه حرکتی زد بچه ها. نکنه لحظه بذاری از اول بیارمش. نکنه وقتی کی بود زد حرکت ها. فکر کنم آدمی که خودم بود یا نه. ببینم اینا میتونن الان بات هم یا میری روی بات نیستن بسیدن ولی یا میری روی آفرین بیشتریش و خواهدش اکا زد. یکی آمد یه ملق زد دستش کو خودم بودم. آره نکنه از چه همین امشب و دار. خب بریم بچه شروع کنیم دوباره. بایمستی خب باید هست. ببخشید بچه ها، لایک کن دنبالم یادم لایک کن دنبال. سلام. وقتی گرم بازی شده بودم یه لحظه یه سانت وی خدا بسرع بدو خواهد گل بزنی یه کن گل خودم میرم گل بزنم. صرف گذاشتی به خاطری اسم ایرانی قبول نمی کنیم. ما همیشه با ایرانی ها جان کریستیانو کریس تا شکی دیگه بدین رونالدو نمیتونه خرابکاری میشه. حالا خودم دارم کنترلش میکنم ولی خوب برو ای. یه بازی دیلیمری اسمش واه یا اینو میدم بو جناش قاچش کن. اینو میدم بو اینو میدم نمیشد. نیمه یک صفر داشت. یک برف ما صفر برف اونو من نفهم در روز خودم قاطی کردم. اینو میدم بو حالا مشتو ازش کن. نشد همین نمیشه به دنجه خانه شد. من یه نزم جی بیرم زم چی شد؟ بس قیچی برگردون ولی تو آخرش برای من رو یاد بدید. ممنونتون میشم. خب من یه حرکت هایی میزنم ولی نشون الان اینو پر میکنم نشون میگم شما داری کار میکنی نشون برای بیفتش. در ما خیلی خفنی بلی هاپ
برو وای 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 چی شد؟ میبینی برو اسم منم بچه محمد امینه برو خب بریم صدای بازی منو دیری رینگه خودم زنی رو افتادم با این خب و یه ساعت درجه میزنم یه ساعت درجه دریم ریگه با اگه این ویدیو بچه خوشت اومد لایک کنید تا ما بفهمیم این ویدیو خوشت اومده و میشه در عدش بگذاریم وش نکو انا اسخر کبرا آچا قیشایی رو فکر کنم فهمیدم نکو چه قشنگ داور گم کردم رفتم نکو داور لازم تو پاش خورد درزین اینجا آدم بچه یا قیچی زنم رفت دو کنین یه آدم بزنم گفتم ولش کنه رفت تو گم ولی گرفته بودم برم بزنم بچه رو بریم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو احد ثم جميع يرم يولد ولم يكن دیدین no please دیدین چی بود ای مسی پر برکت دیدی حالا پر برکت ولی خوب بیا بایو ای جان دروازه‌بان عشق نیمه اول تو دقیقه 90 شد بچه 2 گل همین زد انا خودم 87 ولی یه همه گل زدم نکنه اینا یکی الان مقابل اون 70 الان بریم این بازی کنیم با هم دیگه بش بریم دیگه خداحافظی دریم رینگ بی خیالشو من که قبول نیستم یه حرفایی میزنی ولی خیلی چی شد؟ خطا شد یه هند بس دوی نکن دارین وای چه گلی میاز قرار بود بشه خودم خرابش کردم اما الحق آنم قیچی بزنم نشد خودم خرابش کردم خودم خراب شدم بچه قول دارم بازیم افتضاحه شما بچه پرو پلیری ما نوبیم انو تازیش کردیم بخشد بزرگی خودتون بخشده یه چیز کم کرس داریم با تو رو بگی تر بازبون بد فرار کرده به دستش اویدای خوشگی یارو چه دستش میدوه میدونه باید قاچی میدونه باشی
بابا من دارم هر چی پاسخوری میکنم میهند این دوباره خریدن کشمش تک بیاری زیپادا حال میداد برو یه دیگه از نسلای شما دیدم What the hell چطوری شد پاس بده پاس به برخص نزدیک انداز به قدوم شده خدا خدا هندش کرد نگو کن بچه جا هندش نکنی لازم گوی قشنگ کنی نگاه کن زن آسنگ گوشتان نگاه کن داریم این نزدیک زدم والا نکن خورد کو نه خورد به سینه‌اش خودش بد کرد که لعنت بر خودش خپانه بچه خب بزو داداش چی شد؟ کشتی سلام داشتی ببینم والا تو چه بازی؟ گفتم باشه تو یه لحظه وای داداش من هم بچه آس نکن نگو که اصلا من تک آوردم یه لحظه تک آوردم نکنم شنوستش نکنم من داشتم دنبالش میرم کوتک شلف کی هست اون او امباپه وای بده بگش ایرادی نرم امیدم به دوستم واو نکن بچه دیگه چه زوی میشه مردف بگیرش برو کوش او بگیرش بابا با قبول نداره این حالی که فنارت میگیرم بچه واو حبوباتش زیاد کن شد دیگانی فرقی خدا زدی باش بابا بدو بچه اگه خودمم چهره عجیبیه کدرم طرف دروازه اونو کناره الان یه گالی بتونم بزنم براتون داره خیلی خوشحال میشم حالا هم دوزن نبولی خب گل تو دروازه دو نوخی بچه باشه همش میاهو یه حرکت نباشی گل توی دروازه بریم برای بقیه بازی دقیقه نفهم یه 87 دقیقه 87 بدو
با کشی رونالدو بود. مسی طرفدارای مسی بچه تو کامنت ها بنویسن مسی، طرفدار رونالدو بنویسن رونالدو. یا طرفداران رونالدو ناامید نشن به خاطر کریستیانو. دقیقه 90 بچه بازی تموم شد. یعنی 3 دقیقه دیگه وقت دارم. دقیقه به اضافه تموم شد. بچه امیدوارم این ویدیو خوشتون آمده باشه. تا یه ویدیو بچه لایک اکانت دنبالتون ما میفهمید این ویدیو دوست داشتی خود لایک دنبالم یادتون نره. خداحافظ شما تا یه ویدیو دیگر. فعلا